بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها. امروز میخوایم درباره ضرب عددهای اعشاری با هم صحبت کنیم. قبل از هر موضوعی لازمه که این رو بگم. چی میشه که ما میتونیم ضرب یه عبارت رو بنویسیم؟ ببینید بچه ها، قبل از این که ما درباره ضرب صحبت کنیم باید درباره جمع صحبت کنیم. قبلا خوندیم که اگر چند بار مثلا عدد 4 با هم جمع بشه، ما میتونیم اون رو به صورت یک عبارت حاصل ضرب بنویسیم. اول بشمریم چند بار این اتفاق افتاده. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار و 5 بار. و میتونیم بنویسیم 5 بار 4 ها با هم جمع شدن. بنابراین 5 ضرب در 4 برابر با 20 بشه. هر وقت تکرار در جمع دیدیم میتونیم اون رو تبدیل کنیم به ضرب. پس یه بار دیگه به این جمله دقت کنید. هر وقت تکرار دیدیم میتونیم اون رو تبدیل کنیم به ضرب. در جمع و تفریق عددهای اعشاری هم این رو خوندید. مثلا پیش اومده که چند بار چند تا عدد اعشاری با هم دیگه جمع میشن. مثلا اینجا من دارم 3 بار عدد 2/10 رو با هم جمع میکنم. اگه بخوام این رو به صورت اعشار بنویسم، ضرب اعشاری، می نویسم 3 بار ضرب در 2/10 یا 3 ضرب در 2/10 شده و بعد حاصلش رو به دست میارم. پس ضرب به خاطر تکرار در جمع اتفاق میفته. خب حالا بریم ببینیم که یه مثال مشهوری از کتاب درسیتون این بخش هست. بریم با هم بررسی کنیم. قورباغه‌ای در هر بار پرش 0.7 متر می پرد. با 5 بار پرش چند متر جلو می رود؟ به کمک محور و با پر کردن جاهای خالی پاسخ دهید. اول اینکه این قورباغه ما 5 بار داره میپره، یعنی انگار من دارم 5 بار می نویسم 0.7 به اضافه 0.7 تا 5 بار. درست شد؟ پس میتونم براش یه عبارت ضرب بنویسم. میتونم بگم 5 ضرب در 0.7 و حاصل عبارت رو به دست بیارم. همینطور که دارید میبینید طول هر بردار 0.7، ولی اینکه چه عددی رو نشون میده باید بررسی کنیم. اینجا که 0.7، اینجا از یه واحد ببینیم چقدر جلوتر رفته. 1/10، 2/10، 3/10، 4/10، 1/14. اینجا 2/1، اینجا 2/8 و اینجا 3/5 و جواب ما میشه 3/5 با توجه به محورمون. حالا میخوایم یک چیز رو با هم بررسی کنیم. آیا لازمه برای اینکه من حاصل ضرب یه عبارتی رو به دست بیارم چند بار اون رو جمع کنم؟ آیا همیشه من باید این کار رو انجام بدم؟ خب البته که نه. حالا میخوام برای ضرب اعشار در واقع دربارش یه قاعده‌ای بگم. ببینید بچه ها، به طور کلی در ضرب ما 2 تا عدد دارن همیشه در هم ضرب میشن دیگه. مثلا 2 ضرب در 3. ما به این عدد اول میگیم عامل اول، به عدد دوممون هم میگیم عامل دوم. درسته؟ خب حالا چرا اسم گذاری میکنیم؟ خب برای اینکه بعدا میخوام بگم عامل اولمون چطوریه، عامل دوممون چطوریه. از ضرب این 2 عامل در هم حاصل ضرب ما به دست میاد. خب حالا اگه این عددها اعشاری بودن چی؟ بیایم با هم یه مثال حل کنیم. به من گفته 3/10 ضرب در 4/10 و این رو از من خواسته که به صورت در واقع اعشاری به دست بیارم. مدل اولش اینه که من اولین قدم اینه این رو به کسر تبدیل کنم. یک روشه. پس روش اول یا مدل اول من اینه که به کسر تبدیل کنم. میام هر کدوم رو به کسر تبدیل کنم. 3/10 رو می نویسم 3/10، ضرب در 4/10 هم می نویسم 4/10. خب ما در ضرب کسرها خونده بودیم که صورت در صورت، مخرج هم در مخرج. جواب شد 12 صدم و این 12 صدم رو به صورت اعشار میتونم بنویسم. اما آیا من همیشه وقت دارم؟ اومدیم و عدد من خیلی
توپل بود. عدد من خیلی بزرگ بود. اومدیم و اصلا نمیدونستم چند بار باید این کار بکنم و بعد یهو میدیدی بزرگتر از مخرج میشه. آیا من باید دوباره به عدد مخلوط تبدیل کنم بعد این کار رو انجام بدم؟ خلاصه که قصه داره. برای همین روش دوم به وجود اومد. روش دوم به شما میگفت که ضرب اعشاری انجام بده. یعنی چی؟ خانم مگه ضرب اعشاری فرق میکنه با مدل‌های دیگه؟ بله بچه‌ها. راستشو بخوان یه کمی فرق میکنه. ضرب اعشار چطوریه؟ این طوریه که من اولش 2 تا عامل رو دارم در هم ضرب میکنم. همون عددهای قبلی رو دارم مثال میزنم. اول میام نگاه میکنم هر عامل چند رقم اعشار داره. میام پایینش یا بالاش مینویسم. مثلا نگاه کنید 3/10 یه رقم اعشار داره. همونطور که دارید میبینید یه 10 فقط داره. 14 هم یک رقم اعشار داره. بالاشون عدد 1 و 4 رو 1 و 1 رو می نویسم. بچه ها مجموعاً یعنی همشون با هم چند رقم اعشار دارن؟ این 2 تا عدد با هم. آفرین 2 رقم اعشار دارن. من این 2 رقم اعشار رو پیش خودم امانت نگه می دارم. اعشارها رو ندیده میگیرم. یعنی میام چیکار میکنم خانم بیتی؟ یعنی میام به جای اینکه اعشار رو تو ذهنم ببینم میام میگم انگار این 3 ضرب در 4 شده. خب 3 ضرب در 4 جوابش میشه 12. من چند تا رقم اعشار داشتم؟ 2 رقم اعشار. اینجا یادداشت کرده بودم، این بالا هم نوشته بودم. حالا میام از سمت راست اعشار میزنم. یعنی چطوری؟ میام از سمت راست میشمارم. 1 رقم 2 رقم. آیا این همون 2 رقم اعشار منه؟ البته که همونه. و پشتش یه ممیز و یک صفر میذارم. جواب من دوباره شد 12 صدم. بیایم با هم دیگه یک مثال دیگه حل کنیم. این بار یه کمی متفاوت تر. مثلا به شما سوال داده 1 و 2 ضرب در 25 صدم. خب من به شما گفتم چی؟ اول تعداد رقم‌های اعشار رو بشمار. اینجا 1 رقم اعشار داریم. اینجا 1 2 رقم اعشار داریم. مجموعاً چند رقم اعشار داریم؟ 3 رقم. این کوچولو این 3 رقم رو یه گوشه می نویسم که یادم نره. حالا بعدش بیا اعشارها رو در نظر نگیر. اصلا ممیزا رو نبین. یعنی چطوری؟ 12 ضرب در 25. حاصل 12 ضرب در 25 رو دیگه ایشالله اگه ضرب یادمون باشه بلدیم. 5 2 تا 10 تا، یکش میره بالا 2 2 تا 4 تا با یکی 5 تا. ردیف بعدی 5 1 5 تا، 2 1 هم 2 تا. به اضافه میکنم جواب میشه 300. عدد من شد 300. من چند رقم اعشار داشتم؟ 3 رقم. حالا نوبت شمردنه. 1 رقم 2 رقم 3 رقم و پشتش یه علامت ممیز و یک صفر میذارم. حالا من از شما میخوام توی دفترتون حاصل این ضرب ها رو به دست بیارین. خیلی ممنونم از اینکه به این درس توجه کردین.